آش داریم. چه آشی! یه آش بهاره خوشمزه که مطمئنم نه تنها خیلی از شماها بلکه اطرافیانتونم این آش رو امتحان نکردن. برگ مو میخوایم که فصلشه. برگ موهاتون رو به اندازه سبزی آش باید خورد کنید، نه خیلی ریز نه خیلی درشت. بعد 2 تا پیاز بزرگ خلالی رو تو روغن قشنگ تفت بدین تا کاملا سبک شه. بهش چند حبه سیر له شده و زردچوبه اضافه کنید و خیلی خوب با هم تفتشون بدین. بعدم لپه از قبل خیس خورده و برنج نیمدونه خیس خورده رو بهش اضافه کنید. یه تفت کوچیک بدین. حتما هم باید به این آش شیوید خشک اضافه کنید. بعدم برگ موهای خورد شده رو اضافه کنید و آب بریزید و بذارید با هم دیگه 2-3 ساعت تا کامل بپزن. به پیاز رنده شده، گوشت چرخ کرده و ادویه هایی که براتون نوشتم رو اضافه کنید و خیلی خوب ورز بدین. بعدم کوفته قلقلیای کوچولو درست کنید و یه نیم ساعتی بذاریدشون تو فریزر. این آش سبزی آش نداره، عوضش مرزه داره و ترخون. برگ‌های مرزه و ترخون رو جدا می‌کنیم، اونا رو کاملا ساتوری می‌کنیم. بهتره که ریز باشن. بعد اونو به آشی که حالا دیگه پخته اضافه می‌کنیم و می‌ذاریم 1 ساعت دیگه هم جا بیفته. وای نمیدونید چه عطری داره. تا آش داره جا میفته، گوش قلقلیاتونم سرخ کنید، بذارید کنار که دیگه آش آماده است. آخرش هم بهتره بازم بهش پیاز داغ و سیر داغ و نمک و فلفل سیاه و آبقوره اضافه کنید و بعد دیگه آشتون آماده است. این آش بهاری خیلی سبک و در عین حالم خیلی مقویه. امیدوارم درستش کنید و با اون گوش قلقلیا و پیاز داغ و سیر داغ نوش جونتون باشه.